ببینید برای نوشتن کلمه لجباز با نیمه قلم از بالا به پایین نگاه کنید، انگاری که یه دونه ر داریم می‌نویسیم، ری که خوابیده تره. ببینید یه انحنا داره، حالا از اینجا میشکنه به سمت پایین. با نیم قلم شبیه یای معکوس یکم به سمت بالا، اما طول این حرکتمون معادل یک قطع قلم باشه. نگاه کنید از داخل البته. و از اینجا این مفصل رو میسازیم، آماده میکنیم، دوباره یه قطع میایم پایین و بعد یه دندونه با نیم قلم به این صورت. این قوس میاد مقابل اینجا قرار میگیره، از این بیرون نزنه، از طریق بیرون نزنه. یه قطع اینجا میذاریم، کرسی رو مشخص میکنیم و با دست‌زاویه خوابیده تر، حالا یکم عمود میشه، فشار روی انسی به سمت بالا به این صورت. و اینجا حدوداً با اختلاف کوچولویی میرسن به هم دیگه. ببینید در یک مسیرن، نگاه کنید، ببینید در یک مسیرن. حالا اگر بخوایم به صورت عمود محاسبه کنیم، اینجا یک قطع قلم. خب اگر از زیر این حرکت بخوایم در نظر بگیریم، یک نقطه و اینجا یک قطع قلم، و اینکه این قسمت قوی تر باشه، یعنی این برش نازکتر، این قسمت هم نازکتر، اینجا هم قوی تر باشه و آبخور هم توی این قسمت باشه. موفق باشید.